مصنف رحمه الله تعالى میفرماید المرتبة الثالثة، مرتبه سوم، یعنی من مراتب الدین، یعنی از مرتبه های دین مرتبه سوم که بعد اسلام و بعد ایمان قرار میگیرد احسان است. و احسان فی اللغه، احسان در لغت مشتق شده است از حسن به معنای زیبایی. احسان از حسن به معنای زیبایی، به معنای اتقان و خوب انجام دادن را در بر میگیرد در لغت عرب. و میفرماید که یطلق علی الاحسان یراد به هنا نهایت الاخلاص. و در اینجا کلمه احسان گفته می شود، مراد از کلمه احسان، مراد احسان این نهایت اخلاص است. بالاترین مقام اخلاص را احسان میگویند. یعنی الاحسان کمال الاخلاص، احسان کمال اخلاص است، بالاترین مقام اخلاص است. و کمال متابعه، و بالاترین مقام چی است؟ پیروی است. انسان با بالاترین مقام پیروی از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و چنگ میزند. این مرتبه احسان می شود. و احسان یک رکن است. احسان یک رکن است. همین یک رکن احسان از دو مرتبه عبارت است. دو مرتبه عبارت است. یعنی که احسان دو نوع دارد. احسان واجب می شود. احسان واجب آن است که انجام دادن فریضه های الهی با اخلاص ظاهر و باطن راستین. و احسان مستحب می شود. احسان مستحب این با کمال رساندن عملها، با اخلاص و باز تمام زیبایی ها و تمام نرمی ها احسان مستحب می گویند. پس احسانی که در اینجا مقصد اساسی است، این آخرین اخلاص است. آخرین اخلاص یعنی احسان کمال اخلاص و کمال پیروی از دستورات الله و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. این بالاترین مقام احسان در بر میگیرد. احسان معنایی که در اینجا اهمیت دارد در این موضوع ما کمال اخلاص و کمال پیروی از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. این احسان است.